و این چیزی بود که ما رو به گلپایگان کشون. این خونه باغ زیبا و با اصالت، با اون اتاقهای تو در تو و دلبازش، به همراه زیر زمین خنک و به ظاهر ترسناکش، داره روزهای آخر عمرش رو سپری میکنه. چرا که مالکینش تصمیم گرفتن این بنا رو تخریب بکنن. و اگر از حق نگذریم، نگهداری و مرمت این بناها اگر با عشق و علاقه نباشه، هیچ توجیه اقتصادی نداره. و به نظرم خریدن این درب‌های چوبی بهترین تصمیمی بود که من و بهار میتونستیم بگیریم. و امیدواریم که با یک مقدار تغییر و مرمت توی عمارت آقبابا شاهد انسان‌های جدیدی باشیم. ما در مجموع 7 درب شیشه دار بیرونی و 2 درب داخلی بدون شیشه رو خریداری کردیم. دوستان، ما برای عمارت نیاز به درب‌های بیشتری داریم و ممنون میشم اگر دربی برای فروش دارید بهمون اطلاع بدید. و مرسی که با پیام‌ها و انرژی‌های خوبتون ما رو مثل همیشه همراهی میکنید.